چه نسلی، چه فوتبالی. چقدر خوشحالم که در دوره زندگیم که فوتبال اینقدر زیبا بود. پر از جادوی پاهای مسی، تکنیک های چشم نواز نیمار، تموم کنندگی بیرحمانه CR7، سرعت برق‌آسای گرت بیل، دریبل های سرگیج آور و روبن، تموم کنندگی فوق‌العاده سوارز، نبوغ و ظرافت اینیستا، مهارت های چشم نواز هازارد، حرکات غیر ممکنه ابراهیموویچ و استارت های کشنده محمد صلاح. این نسل فوتبال را برای ما به یک نمایش هنری تبدیل کرد. هر بازی یک صحنه از ساعت هیجان بوده، اما حیف که زمان بیرحمانه میگذره. یکی از فوتبال خداحافظی میکنم و چیزی جز خاطرات برای ما نمیمونه. با این حال خوشحالم که چشمهایم شاهد این زیبایی بود. خوشحالم که بخشی از این دوران طلایی بودم. فوتبال بدون اینها دیگه همون فوتبال سابق نخواهد. اسطوره خداحافظی میکنه، اما رد پایشان تا ابد روی چمن سبز فوتبال باقی خواهد.